هر ملتی که وتی تاریخ گار بکن وتی هویت هنگار کنده. به همین خاطر من در یه کلیپ تها در مورد یه جستا توضیح دادم که بلوچان چه پیما وتی دولت وتی حکومت چه دستا داد. ایشی سرزمین بلوچستان پیش دارگین نقشی تا نقشه‌ای که پرشیای پیش دارگین، فارسا، ایران کنونی، ترکیه پیش دارگین در دوره امپراتوری ترکیه یا عثمانی و افغانستان و بلوچستان حکومت پیش دارگین قرن 18 ها. ادام چطور بود که بلوچستانی تحاکی منطقه کلن تحت ایریای سلطه بلوچستان بود در دوره میر عبدالله خان شان، دوره میر نصیر خان نوری شان و غیره در قرن 17 هم 18 ها. ایدا مرزی ارد بود رنده، مرز گلدسمیت گوشن و ایدا مرزی ارد بود که مرز دیورند گوشن. مرز گلدسمیت بلوچستان شرقی و غربی کد، مرز دیورند بلوچستان شمالی در بخش افغانستان تحریر کد. چه اتفاقی کرد که بلوچستان 3 تکه بود، مثل مشابه مثلا کردستان که 4 تکه بود تگه. داستان از این قراره که ابرقدرت های دوره براشی که هرچه گشتر ملتان تحت استعمار و سلطه و در بیارنته و این منابع به زور استفاده بکنن و تی کشورها و تی مردمان پیشرفت بدن یحتا مناطقش در دنیا تا تصرف کتگن. به همین خاطر انگلیس یحتا حمله کتگد به هندوستان، اندیا و اندستان تحت قبضه و دریافت کرد. قبل از این پرتغالی منطقه گرفته بود. انگلیسی ها اندر کردن و تشی منطقه گرفت. میلیاردشان چدان درآمد هست چه هندوستان ها. سلطه عجیب غریبشان در این منطقه به دست آورد. بچه هندوستان پرت از مواد منابع غنیت. ایشان یه منطقهش که قبضه کرد نلورت این منطقه چه دستا بدند. اما رفته روسی قدرت در این منطقه بچارد پیشترگانی باز بود. روچ تی سلطه گشتر کنان بود. یه زمانی هستد که پرشیا در این منطقه آذربایجان کنترل تو دریارتگه در دوره قاجاریان و گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان این مناطق تحت قبضه و سلطه استعمار پرشیای تن در دوره این ملتان تحت قبضه و دریارتگه پرشیایا. روسیه چه کد؟ روسیه یه مناطقی پخش ایران پشگیران کردن در معاهدات ترکمنچای و غیره که معروف هم شما اینترنت رو سرچ بزنید در دور قاجاریه که ضعیف بودگد این مناطق تحت کنترل روسیه درختن. هندوستان که در تحت کنترل ابرقدرت غربی انگلیس در واقع ایشی هم بلوک شرق که روسیه ببی بینشان رقابتی کرد. این رقابت رنده معروف بود به نام The Great Game یا بازی بزرگ. بازی بزرگ تمرکز در این منطقه بلوچستان و افغانستان بر سر ایشی که اینا مرز حائلی ارب کنه تا امپراتوری روسیه که در حال قدرت گیرگین و امپراتوری بریتانیا که یه منطقه تا کلن قدرتی گرفته ایشان متوننتی به همدیگه برسنتی همدیگه سرزمین پچ بگیرنتی. تلاشش کرد که اینا مرزی ارب کننتی. یعنی انگلیس تلاش کرد که کار انجام بدنتی. به همین خاطر یه منطقه تحت سلطه هیچ کس نه، دولت مستقلیت، فقط هندوستان در تحت قبضه انگلیسانه. اما انگلیس یواش بلوچستانی هم تحت قبضه و تصرف و دریات با گیم ها و بازی های مختلف گجتی جنگ های اردیکو گو افغانستان ها گو بلوچان اینا خیانت های بازی نشه که سردارانش چس کتم دولت مرکزی بلوچستانش ضعیف کد. یک داستانی درش یارد که ادکا مکران وتی فدرالی حکومت هستد، خاران وتی فدرالی حکومت پیدا بود، کلات وتی فدرالی حکومت پیدا بود. سم یک علم شنگیش ارکویی منطقیانش هم کلا وتی مستقیم وتی سلطه چیرا دریارتن بریتانیایی‌ها در تاریخ هم نوشتگم. هنو توضیحی که من بدانش این که در ادامه موضوع انگلیسا نتون تمامی مناطق تحت قبضه و قدرت دوت در بیاریتم، همیشه مرزان و وقت محافظت بکن. به همین خاطر چه ایرانیانی چه پرشیای درخواست که تو هم بیا یه منطقه بگیر که مرز ارد ببی، ما دیگه نگرانشی مبون که روسیه بیایتم هندوستان تصرف بکنه. پرشیا هم قبول کد. ناصرالدین شاه قاجار حمله کد. تو منطقه پهره نیمگا شهر بمپوری تصرف کد. چاره؟ ادام که هستین. خب منطقه بمپور که نزدیک پهره ایشی تصرف کد. ادام رنچشی که تصرف کد یواشاش ادامه داد تا شی که به مرزهای یه منطقه رسید.
در سال 1247 یه منطقه تحت بامپور تحت تصرف اشغالگران در واقع پرشیای دوره قرار گرفت که انگار هیچ وقت در طول تاریخ هیچ زمانی سرزمین در تحت تصرف پرشیا نبوده. هیچ زمانی، هر زمانی که یه تک منطقه رو تصرف بکنن درگیری ها و جنگ های پیش یه تک بالاخره بعد بلوچستان وقتی آزادی گرفته. اما بالاخره ادش که گرفت با حمایت انگلیس که در این منطقه تها قدرتی هستد، یه مرزش به نام مرز گلدسمیت در سال 1871 ایجاد کرد. رنچ آیا بعد از 5 سال 10-15 سال رند فکر کنم اگر اشتباه نکنم این مرز رند مرز دیورند ها در مورد توضیح دادیم در کلیپ بعدی، ولی این مرز گلدسمیت در همه دوره انگلیس ایجاد کرد به خاطر که امپراتوری روسیه به منطقه می بازی بزرگی گوشنده و یعنی ما تومه استعمارگران روسیه و انگلیس و پرشیا قرار گرفتیم تو سرزمین ما ادام تحت تصرف پرشیا قرار گرفت. اما این منطقه استقلال باقیت تا زمانی که هندوستان یعنی جنگ های گاندیشان و انگلستان پیش یا تو انگلستان مجبور بود در بیته رندا پاکستان شکل بلوچستان و آزادی گرفت در مدتی 6 ماه رند یه منطقه تحت تصرف قرار گرفت. لاخر شی استقلال هم چه دستا دارد، یعنی ولی مدتی طولانی انگتی استقلال باقیت ولی این منطقه تحت تصرف ایران است. تاریخ چیه؟ تاریخ دقیق من برای شما نویسم برای که کسانی که نزانند آن ذهن تها این مسئله بمانید. شاید ادام یک کاغذ سال 1871 میلادی ایشی اگر مرز تصرف کنی شی مرز تصرف کنی واسطه 87 بنویسید شیش تاریخش به ذهن نیندی 1871 بچار 87 واسطه این یک و یک ظرف هم ایشی تاریخ میلادیه، یعنی در این تاریخ میلادی بلوچستان یه مرز در بین بلوچستان ایجاد بود. اگه شمسی لوتیم بجنه تاریخ شمسی هم بیت 1249 شمسی، یعنی الان فارسی نویسم 1249 ایشی در تاریخ این که بالاخره یه مرز گلدسمیت اد بود تو بلوچستان شرقی و غربی بود. یک سال ادا اضافه بکنی به 1250 یعنی تاریخش به ذهن مانیده، یعنی 1250 یک روز پایین یک سال پایین بیاره بیتن چه یعنی 149 سال قبل برای اولین بار پرشیای فارسا بلوچستان تحت تصرف ود دریافت و از همه زمان به بعد یه منطقه تحت کنترل فارس ایرانه و بعد از آیا مدتی یا وشاش وقت قاجاریان ضعیف بودن این منطقه تحت دوباره حکومت دوست محمد خان شکل گرفت در پهریته ها کلاتی جتگاتوتی معروفه. اما در سال 1307 شمسی حمله کد پهلویان، رضا پهلوی میرپنجه حمله کد به منطقه بلوچستان و مجددا ادام تصرف کد پادشاهی بالاخره اعدام کد بلوچستان دیگه 4 روز به بعد حکومت مرکزگرایش ارکوز زبان مادریش می محروم کد می فرهنگش ضعیف کد به ماش تاریخ جعلی وارینت می تمام تاریخ کتابان بلوچان توسط زابلیان نویسته بودن که منطقه مهاجرش بودن یا غیره و غیره هم و مالش گوشته که شما آریاییت یک فریب مطلقی که ما را رد دیگایم. عزیزم هر یک حکومتی که یک منطقه تحت استعمار دریاری تمام تلاش وکن که برایش که آیانا تصور میکنند که وقتی حق پخش بگیرن تلاش کنن آن هویت ضعیف بکنن، اما یک کلیپ شما پخش بکنید تا مردم بزنند و هویت ضعیف مبیته هنوز می منطقه بیشک دریاد.